او را این گونه مپندار. 6 خلیفه از نیش زبانش در امان نبودند. واعظ است؟ نه، بدتر شاعر است. حجب خلیفه مستوجبش این شده است؟ والله که جز این است. جرمی بالاتر از این دارد. بالاتر از بدگویی از خلیفه؟ حب آل علی. مأمون ابوالحسن را به مرو کشانده تا عراق و حجاز از گزندش در امان بماند و شعر این فرتوت نام حسین و فرزندانش را ورد زبان اهل عراق و عرب کرده است. این شکنجه بهای تمسخر خلیفت الله نیست، پاداش حب دشمنان است. نامش چیست؟ دبل خزایی از تباری شاعر و شیعه علی. دبل خزایی؟ میشناسیش؟ نه، نمیشناسمش. زبان به کام گرفته. این دم آخر یادش آمده کلید بقا در چیست. کمتر سخن میگفت، بیشتر زنده میماند. خب ضعف دارد، عاجز است از سخن گفتن. گوش کن طبیب، گوش کن. تو را نیاوردم برای بهبودی او. از تو درمان نمیخواهم. او را به هوش بیاور تا درد شکنجه را احساس کند. شکنجه آن را نکشد، کولت سن او را میکشد. او باید توان زبان درازش را بدهد، حتی اگر یک قدم تا جهنم فاصله داشته باشد. چرخش روزگار را میبینی پیرمرد؟ روزی تو تن رنجور مرا تیمار کردی، حال نوبت من است. تو کیستی؟ همان جوانی که سالها پیش ناجیش بودی. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، آهای عربی. الله أكبر. چه می‌خواهی در دل این سیاهی شب؟ شمشیر و دشنت را به گوشه‌ای بینداز تا از جانت بگذریم. سلاحی ندارم. یا به نگو، یعنی بدون سلاح و جنگ افزار راهی بیابان خوف شده ای؟ به نامی دیگر می‌خوانمش. ما 5 تنیم. شمشیر به دست و کار کشته نبردیم. اگر چنین بود که من دیگر نبودم. پس باور نداری؟ سر جانت معامله کردی. جانم امانت خداست. موعظه نکن، من پی زر و دینارم. بهای جانت را به سمتم بینداز. تکنانی دارم و چند دانه خرما، کفایت 2 مرد گرسنه را می کند. نان به زر بخرم؟ گولهایت را در تاریکی بینداز. به روشنی بیا و خود بستان. رویم ببینی ناگزیرم از کشتنت. خوشتر دارم روی قاتلم را پیش از مرگ ببینم. پیش بیا، پیش بیا مرد. چگونه من را به نور میخوانی وقتی دنیا در ظلمات است؟ یقین دارم که تشنه ای. بنشین و جرعه آب بنوش. بنشین.
لابد در خیالت میخندی که این همان 5 مرد جنگی است با شمشیرهای آخته. من حرامی و راهبند زیاد دیدم، اما در صدای هیچ کدامشان استغفار از گناه نشنیدم. در صدای من شنیدی؟ دوست در خواب میکشد، تو در بیداری مرا خواندی. پایت چی شده؟ یادگار راهزنان است برادر. یه چند روزی است که هیچ غذایی نخوردم. گفتم که به قدر کفایت آذوقه دارم. بسم الله. خدا جوانمردیت را پاداش دهد. نوش جان. راهی کجا هستی؟ به موتنم باز میگردم. و از کجا میایی؟ از موتنم. و این موتنت کجاست؟ آنجا که زاده شدم، جایی که کمال یافتم. کنایه میکنی یا شاعری؟ من راوی حقیقتم. حقیقت؟ حقیقت چیست؟ کیست؟ کیست؟ تو حقیقت را انسان میپنداری؟ انسانی که سر در آسمان دارد. و این جوان مرد کیست؟ ابوالحسن، فرزند موسی، فرزند جعفر، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند علی ابن ابی طالب. این که میگویی نسب به پیامبر میبرد. همینطور است. او فرزند فاطمه است. و این خود همه حقیقت است. من زاده این بیابانم، همچون پدرم و پدرانش. حرامی امانمون دهد، گرسنگی و مرض ما را از پا در می آورد. من همیشه سودای سفر داشتم. همیشه دوست داشتم از این خاک دامنگیر بگریزم. بگریزم. اما به کجا؟ و هر بار این پرسش پایم را سست می کند. اگر می دانستم حقیقت کجاست. از که مهرورزی می داند و برابری، سفره کرمش پیش پای فقیر و غنی گسترده شده. دشمن جهل است و منادی دانستن. حقیقت نزد من این است. ابوالحسن هم این گونه است؟ بیش از اینها. او در کجاست؟ در خراسان. من باید بروم. اینجا دیگر جای ماندن نیست. او میزبان مهربانی است. روی باز و خوی نیک. مگر ایمان غیر از این است؟ هرگز. من صبح تو را ترک خواهم کرد. کسی را که میگویی ارزش دیدن دارد. راستی نام تو چیست؟ دیبل. دیبل خزایی. دیبل خزایی. تو تا به حال ایشان را دیده ای؟ نه به قدر کفایت که همه عمر کم است. مدتی قبل به حضورشان در مرو شتافتم. شعری در حق مظلومیت اهل بیت سروده بودم. وقتی شنیدند بسیار گریستند. قربان روی مبارکشان شوم. تکمله‌ای بر شعرم افزودند و من شاعرتر شدم. و قبر به توس لها من مصیبت، و قبر به توس لها من مصیبت الحت علی الاحشاء بالزفرات الى الحشر حتى یبعث الله قائما یفرج عنا الغم والکربات. یفرج عنا الغم والکربات.
اگر آن شب تو را ندیده بودم هنوز سرگردان بیابان بودم. و حال در دستگاه عباسیان خادمی. آن بیابان شرف دارد به این کاخ. من طبیبم دیبل. هر کجای این شهر دردمندی باشد من هم باید باشم. و چه کسی دردمندتر از زندانیان؟ تو راهی خراسان بودی، در بصره چه می کنی؟ روزی که به مرو رسیده بودم زخم پایم چرکین شده بود و جانم به لب رسیده بود. مرگ در برابرم ایستاده بود که مرا برای درمان به مسجدی بردند. شهادتین می گفتم که مردی بر بالینم حاضر شد. بسم الله. تدبیری کرد و دوایی ساخت. آنگاه دستانش را مرهم کرد و بر روی زخمم گذاشت. آنقدر آرام شده بودم که گویی مرده بودم. بعد از چند روز که به هوش آمدم دیگر اثری از درد و تاول نبود. سراغ ناجیم را از اهالی مسجد گرفتم. پیش نماز مسجد را نشانم دادند. گفتم نامش چیست؟ گفتن ابوالحسن. گفتم کدام ابوالحسن؟ پاسخ آمد فرزند رسول الله. گفتم ایشان که برای ولایت عهدی راهی خراسان شده بودند، اما این مسجد که نشانی از کاخ ندارد. گفتن کاخ نشینی سنت پیامبر نیست. نمازشان که تمام شد به سوی ایشان شتافتم برای سپاسگزاری. تا آمدم سخن بگویم پرسیدند دیبل چگونه بود؟ چه میگویی؟ میدانستند که از نزد شما میآیم. یا ابن رسول الله. زندگیم را برای ایشان شرح دادم. راهنمایی هایشان را طلبیدم. مرا به آموختن طب توصیه کردند. ایشان خود از حاذق ترین اطباست. از ایشان خیلی آموختم تا روزی که سخن مرید مگذاری طبیب. حرفت را بزن. در مسجد خفته بودم که صدای فریاد و شیون اهل حرمشان را شنیدم. یا رسول الله. ناگهان آسمان بر سرم ویران شد. 1000 ذکر گفتم و 100,000 دعا کردم که این همه آه و شیون برای وداع ایشان نباشد. که بود. ابوالحسن به پدرش پیوسته بود و داغ بر دل ما نشسته بود. زمین را حوض گرفته بود از اینکه پیوندش به آسمان گسسته بود. یک آن بی سرپناه شده بودم. به من گفته بود از مویها از شهادت و توس. ایشان مدفون توس هستند. به من گفته بود و قبر به توس یا لها من مصیبت علیحت علی الاحشاء بالزفرات الى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عن الغم والكربات. يا لها يا لها يا لها من مصیبت. دیبل به زودی زندان با هم فراغات رسید.
و سراغت را خواهد گرفت. باید چاره اندیشید. چه میگویی؟ روزی ابوالحسن مرا فراخواندند و فرمودند برای طبابت دردمندان به بصره بیایم و گره از مشکلاتشان بگشایم. فکر میکنم ایشان مرا وسیله‌ای قرار دادن برای رهایی شما از زندان. چگونه؟ والی بصره دینی به من دارد. از در صحبت با او وارد میشوم و رهایی شما را میطلبم. اگر کارگر افتاد که هیچ، وگرنه چه؟ کمکت میکنم تا از اینجا بگریزی. من همه عمر گریختم و به خاندان رسول الله از تاویز دشمنان آنهاست برای آزار من. این قائل جز با مرگ من خاتمه نمی‌یابد. این چه حرف است که میگویی؟ تو زبان ایشانی. یک دم از عمرت هم غنیمت است. دیبل، من دیگر باید بروم، اما این دیدار آخر ما نیست. و آن قبر در توس است. وای از آن مصیبت، وای از آن مصیبت که تا قیامت آتش حسرت و ناله های جانسوز در من می افزاید، تا زمانی که خداوند قائمی را ظاهر کند که فرجی بر غمها و مصیبتهای ماست. مولای من، دلتنگ دیدارتان هستم، دلتنگ دیدارتان هستم مولای من. و قبر بتوس یا لها من مصیبت الحت على الاحشاء بالزفرات الى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. والی بصره به آزادی دیبل رضایت داد، اما آتش کینه تا لحظه شهادت این گرانمایه خاموشی نیافت. زهر دشمن وی را از پای درآورد، آنسان که امامش را. یا لها یا لها یا لها من مصیبت